حیات و فعالیت لوی پاستر یکی از بزرگترین بیوکیمیکان و میکروبیولوژ های تاریخ. لوی پاستر 27 دکبر سال 1822 در شهر دولی فرانسیا در خانواده عادی کاسب به دنیا آمد. هنوز از آوان کودکی به رسم کشی شوق داشت، ولی دیرتر توجهش به علم بیشتر شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه پاریژ به پایان رساند و به آموزش فیزیک و کیمیا مشغول شد. کشفیات‌های علمی و سهم او: یکم، تحقیقات فرمنتاسیا، بوریدشوی ماده ها. پاستر اثبات کرد که فرمنتاسیا، مثلا ترش شوی شیر یا سپیرت شوی شربت، از جانب میکروارگانیسم ها، باکتریا ها و خمیر مایع ها صورت میگیرد. دوم، پاستریزاسیا، برای محافظت نوشاکی ها و غذا از افلاس شوی او اصول گرم کردن آنها بجوشاندن پاستریزاسیا را اختراع کرد. سیوم، نظر میکروب ها. او اساسگذار نظر میکروب ها همچون سبب بیماری ها بود. پیش از او بسیاری ها سبب بیماری ها را به بخار یا نفس بد نسبت می دادند. چهارم، امکونی یا واکسینه. پاستر نخستین واکسینه ها را ضد بیماری های مرگاور آفرید، از جمله ضد بیماری دامنگیر حیوانات، سیبیرسکایا یازوا، بیماری گوش ناشونید، سوداراگی. واکسین معروف ضد خوککاسه بیشتر با نام بشرفی مشهور است. پنجم، تبابت گرگ گزیده ها. او واکسین اولین ضد بیماری دیوانگی بشرفی بشوری را به دست آورد. تبابت یک پسر بچه گزیده شده جهان را حیرت زده کرد. پاستر عضو اکادمی علمها و اکادمی طب فرانسیا بود. با شرف او مؤسسه علمی با نام انستیتوت پاستر تأسیس یافت که هنوز هم در سراسر جهان شهرت دارد. او نشان داد که علم می تواند جان انسان ها را نجات دهد و بیماری ها را پیشگیری کند. لوی پاستر نه تنها اساسگذار میکروبیولوژی معاصر، بلکه یکی از اولین عالمان بود که علم را در خدمت سلامتی انسان گذاشت. او اثبات کرد که با دانش و تحقیق انسانیت می تواند بر طبیعت پیروز شود. اقتباس‌های مشهور از لوی پاستر اینهایند: یکم، علم سرحد ندارد، مثل انسانگرایی. دوم، چیز مهم و دانش زیاد بلکه کار بستی درستی آن است. سیوم، مقدار کمتر از علم تو را از خدا دور می کند، ولی علم در عمیق‌ترین زینه ها باز به او می رساند.
تجربه های مشهوری او: یکم، تجربه کالبه گردانیزم شاهگونه لبدینوی شی. با این تجربه اثبات کرد که میکروارگانیسم ها خود از خود پیدا نمی شوند. آنها تنها از محیط وارد می شوند، یعنی خودزایی حیات رد شد. دوم، تجربه امکانی سگی دیوانه گزیده. او واکسین ضد دیوانگی را سنجید و جان پسر بچه با نام ژوزف مایستر را نجات داد. این اولین تبابت موفق بیماری مرگاور با واکسین بود. لوی پاستر در آموزش و تربیت عالمان سهمی کلان داشت. او تأسیس دهنده اینستیتوت پاستر در سال 1887 بود که تا امروز صدها تحقیقات پیشرفته را در ساحه ایمونولوژیا و میکروبیولوژیا انجام می‌دهد. پاستر یکی از اولین عالمانی بود که علم را به طور عملی و عمومی به کار برد. اسم او در فن‌های بیولوژیا، طب و کیمیا جاویدانه است. شکل پاستریزاسیا امروز در تمام جهان استفاده می شود. به شرف او کوچه ها، مکتب ها، دانشگاه ها و جایزه ها نامگذاری شدند. لوی پاستر 28 سپتامبر سال 1895 در سن 73 سالگیش در شهر پاریژ از عالم چشم می پوشد.